در کتاب قرائت و سیر الاثداد آمده است که عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه گفتند سیر الصالحین جند من جنود الله یثبت الله بها قلوب عباده المؤمنین. سیرت صالحان ترجمه حال بزرگان لشکری از لشکرهای الله است. و واسطه قرائت و شنیدن اخبار آنها الله تعالی قلب بندگان مؤمنش را استوار می‌گرداند. مصداق این سخن از قرآن کریم، یعنی تصدیق کننده این سخن از قرآن کریم، از سوره هود آیت 120 الله عز و جل می‌فرماید و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. و ما بر تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه میکنیم قصه های پیامبرها و رسول های متقدم را ما نثبت به فؤادک، به سبب نقل آن قصه ها قلب تو را استوار میگردانیم. یعنی اخبار پیغمبرها، چی مصیبت ها و بلاهایی که به سر آنها آمد، چگونه آنها استواری نشان دادند و نتیجه عملهای آنها، عموما اخبار آنها در قرآن زیاد است و الله تعالی سببش را هم بیان کرد. ما نثبت به فؤادک، قصه ها را برای شما ذکر میکنیم تا اینکه قلب شما را استوار کنیم، اعتقاد شما مستحکم شود.